اگر یه چاقالی هستی که نمیتونی دختر بازی بکنی، بیخیال شو دیگه، بشین نون تو بخور کارتو بکن. بعد گفت واقعا بگم؟ گفتم آره، من رو نمیشه بهش بگم چون من رفیق فابریکش نیستم، ولی یه رفیق فابریک تو بهش بگو. یا بهتر بگیم که هممون گاویم، مگر اینکه میخوای تنها بمونی و مردم فکر کنن دیوانه یا ولت کنن برن. سلام برعکس یوتیوب. آقا یه دونه ویدیوی دختربازی، رابطه با دختری، هر جوری که دوست دارین داریم امروز. اینم راجع به اینه که من یه سری آدما رو میبینم بعضی موقع توی جمع وقتی که دختر میاد رفتارشون تغییر نمیکنه و خیلی واسه من عجیبه که چطوری تو نمیفهمی باید مثلا یه خورده مؤدب تر باشی جلوی دختر یا یه خورده مثلا متفاوت تر باشی دیگه. مثلا میگم من بعضی موقع سه تا پسر تو اتاقیم، یهو یکی از پسرا مثلا میگم ببخشید میگوزه، کسی هیچ وقت قور نمیزنه که آقا نکن، کسی جوابی نمیده، هیچ کاری نمیکنه، کسی خوشش نمیاد، نمیگه مثلا دمت گرم آقا ده چه بامزه‌ای، ولی کسی میگه چیزی نمیگه، میگه اوکی یارو گاوه ها، ولی اوکیه، نمیای بیرون بگی من دیگه نمیخوام برم با این یارو هنگام کنم چون یارو چیز کرد. فقط میفهمی که یارو تو اون لول آدمه، باش اوکی میشی. ولی وقتی یه دختر میاد توی جمع این کارو میکنی، یعنی تو یه لول گاوی هستی که خودت نمیفهمی چقدر گاوی. و این خیلی برای من عجیب و غریب بود که چطوری میتونن یا سری آدم انقدر نفهم باشن که نفهمه. یعنی میفهمم مثلا اگه تو اکسل بلد نیستی ولی که بهت یاد بده، یاد بگیری ها، راحت تر اونجوری. ولی یه واقعا یکی باید اینو بشینه مثلا یه ویدیو درست بکنه که بگه بچهای خوب وقتی دختر اومد تو اتاق لطفاً آروغ نزنین، نگوزید، نمیدونم دست و دماغ نکنین، با انگشت کوچیکتون دندونتون رو تمیز نکنین، نمیدونم گوشتون رو نخارونین اینطوری و در بین نگاه کنی ببینید توش آشغال. میدونی یه سری کارا هستش که تو باید حواست باشه که اکتیولی وقتی آقا توی جمع دختری اومده، حالا اصلا تو قصد دختربازی هم نداری، اصلا زن داری، ربطی به اونش نداره، یه سری آدم باید این سری شعورا رو داشته باشه دیگه. و من توی امسال، یعنی بعد از این همه، من فکر می‌کنم دیگه الان ما از نظر موقعیتی تو دنیا خیلی باید جلو باشیم به عنوان حیوان انسان. یعنی اینقدر تلویزیون هست، این همه برنامه هست، این همه چیزها هست، این همه میره و میاد. یعنی زندگی که ما شاید تو یه روز الان میکنیم زندگیه که شاید یه آدم قبلا تو شاید 1 سال میکرده. اطلاعاتی که من توی 1 ساعت توی مثلا تیک تاک میبینم، واقعا یه آدمی که 1 سال اخبار گوش میداد یا اخبار میخونده این چیزا رو میبینه و میشنوه. چطوری مردم هنوز یاد نگرفتن که آقا مثلا زن رفیق تو اتاقه آروغ نزن؟ اینو واقعا که بگه آروغه یه جوری اومد نمیتونستی نزنی، یعنی من نمیفهمم. اگه همچین سناریو خب پاشو یه دقیقه 3 قدم برو اونورتر، یا فالو میشه با اینکه او ببخشید، نه اینکه آروغ میزنی و دور ادامه غذاتو میخوری. و خیلی برام عجیبه. بعد همین طرف میگه من نمیدونم چرا دخترها با من حال نمیکنن از اینکه یه خورده با من میمونن. و برام یه چیزی که شد که به این ویدیو برسم، دیدم یه چند تا از آدمایی که دور برم میبینم مشکل دارن با دختر و نمیفهمن که چطوری خودشونو بهتر کنن. یعنی مثلا میگه آقا من مشکل دارم دختر بلند کنم، من نمیدونم حول دخترم، خودش داره اینو میگه. بعد فالو میکنه که آقا من نمیتونم دختر بلند کنم. مثلا یه مثال دیگه شو میزنم، میگفت آره رفتم با دختر بلند کردم، بعد میگه که مثلا ماشینت بو میده. یه دقیقه اینو بکاپ بکنم. ما 20 سال پیش که میرفتیم دختر بازی میکردیم، یه رفیق داشتیم خیلی خوش قیافه بود و قد بلند و همه چی خوب، ولی بوی گند عرق میداد. یعنی یه بوی عرقی میداد اصلا نمی‌تونی باور کنی. ولی این خودش اینو نمیفهمید. حالا یا دماغش بو نمیکشه یا به بوی خودش عادت کرده. یه دونه افکتی هست که تو اینو نمیفهمی. اینو میتونم بفهمم، ولی اینکه تو شواهدو نفهمی دیگه احمقیته. یعنی این رفیقمونو من یه بار اومدم خودم واقعا خدایی روم نشد بهش بگم، میفهمم، ولی به یکی از دوستاش که باش صمیمیت‌تر به اون گفتم آقا مگه تو این رفیق فابریکت نیست؟ خب چرا بهش نمیگی بو گم میده؟ مگه تو نمیفهمی بو؟ گفت خیلی بوش مثلا داغونو میکنه فلان. خب اگه میدونی تو بو چرا بهش نمیگی این بو میده؟ بعد گفت واقعا بگم؟ گفتم آره معلوم نمیشه بهش بگم چون من رفیق فابریکش نیستم، ولی یه رفیق فابریک تو بهش بگو. اینم بهش گفت. اونم اول سعی گفت نه من بو نمیدم و اینا. اومد من پرسید گفت سهیل فلانی میگه من بو عرق میدم، راست این چی میگه؟ گفتم آره بو میدی. گفت واقعا من بو میدم؟ گفتم آره خیلی هم وحشیه بود. بعد گفت اوکی. از اون روز شروع کرد هر روز حموم کردن. یعنی ببین بهش گفتیم فهمید مشکل وجود داره و شروع کرد حموم کردن. و از اون روز من این آدمو الان 15 سال دیگه هنوز میشناسم. بعد از این داستان یک بار یه بو نمیده، همیشه هم بهترین بوها رو میده، چون دیگه مکشم که اتکلن بزنه، میدونم بو میده، حواسش بیشتر است. خب حالا من اگه نبودم تو زندگی این آدم میشه تا امروز بو میداد. خب ما اینو نمیدونیم. حالا من صحبتم با اون دسته آدماست. اگه یکی بهت نیست، یه چیز مشکلی که داری بهت بگه، دیگه بعدا من کور که
که نیستی. دور و برت نگاه کن ببین اگه مثلا میری یه جای مردم میان عقب مثلا یه اینطوری میکنن یا مثلا میان بهت آدامس میدن اینا، خب میفهمی دهنت بو میده. نمیدونم اگه مثلا میری با کی داری حرف میزنی یا میره عقب، خب بعد از روز دفعه پنجم میگه که نفر پنجمه که توی 2 ماه گذشته رفت عقب، پس شاید دهن من بو میده بعضی موقع ها. پس من از این دیگه تو صورت مردم نمیام حرف بزنم، یه قدم عقب‌تر وای میستم، آروم‌تر حرف میزنم که بو کمتر بره بیرون، مسواکمو بیشتر میکنم، فلان میکنم، دندون پزشکی میرم، آدامس میخورم. میدونی یک کاری باید بکنی با شواهد. من چیزی که میبینم مردم شواهد رو نمیبینن. یارو میگه رفتم بیرون و طرف بهم گفته بو میدی، بعد دختره پتیاره است. میگم خیلی خب دختره پتیاره است قبول، ولی خب تو چرا از اون روز شروع نکردی هر روز همون کردن؟ تو چرا شروع نکردی زیر بغل از همون میای بیرون الکل بزنی که به پاهات الکل بزنی؟ یه پسره بود همیشه باش بوگم میداد، من بهش گفتم آقا پول حالمون رو میزنه دریوس، بگی تو مشهد داری زندگی میکنی چرا اینجوری؟ تو من مشهد میگم مسجد، برای بوی پای مسجد میگم، نه خود مشهد. همیشه مسجد بو گنده پا میده. گفت پای من بو میدادم. آره. گفت نمیدونم چیکار کنم. گفتم هر روز با تو میشوری؟ گفت نه. گفتم خب مادر تو سرویس، یعنی دیگه این از این آسونتر هست که تو میگی من میدونم پام بو میده ولی نمیدونم چیکار کنم، بعد میگم پاتو میشوری هر روز؟ میگه نه. میگم خب چه گوی خوردی واسه این موضوع؟ نگاه که گفتی دیگه اولین چیز میگه به عقل نرسه خب پامو بشورم هر روز، ببینیم هر روز تمیز کنیم شاید تمیز کنه. آقا به خدا هر روز پاشو شست و بهش گفتم که میری بیرون تو کفشت الکل بزن، به جورابت الکل بزن بکن توش که خود خیس باشه که اون محیط اصلا سانیتایز بشه. میری صبحم بشور شبم بشور پاتو. بعد از 2-3 هفته بوی پاش از بین رفت. میدونی من میگم آدم باید خود توجهش باشن به این موقعیت‌ها. یارو میاد میگه من دختربازی میخوام بکنم، هر دختری با منه میپره، بعد به من میگه چیکار کنم. میگم خب من نمیدونم تو چیکار میکنی، تو باید مثلا یا دو دختر توف میکنی بیرون، بعد چون فکر میکنی بامزه چون بابات میکرده مامات گفته ال قربون اون صدای فوفت برم. تو نباید زندگی تو قچش خودت ببینی، ولی خود بیای بیرون و نگاه کنی مردم در کل چی میپسندن. یا تو اگه مثلا میگم 10% آدمو دوست دارن شلاق بخورن یا 10% آدمو دوست دارن خفه بشن موقعی مثلا هم وقتی با هم دیگه مثلا رابطه برقرار میکنین، دلیل میشه که تو هر کسی میبینی بچسبونی قرارشو خفه بکنی. تو باید بفهمی که آقا این چیزی که داری غیر عادیه، این چیزی که داری اکثریت دوستش ندارن، پس تو باید اونو کم بکنی. موقع دختربازی این اتفاقا باید بیفته. و کسی که دیگه وقتی مثلا زن من میاد تو اتاق و آروغ میزنه جلوش، دیگه این یعنی هیچ امیدی نیست این آدم بشه، یعنی چون اینو نمیفهمی که رابطه نو، چون دختره رو اگه باش این کارو بکنی میگی خب دختر دیگه نمیبینم، ولی وقتی با زن من میکنی یعنی گاو نمیفهمی. و من خیلی عجیبه یه نفری که مثلا از 20 سال 25 سال از کانادا زندگی میکنه و هنوز انقدر گاوه. پس نشون میده آقا گاو بودن وقتی میده تو بدن انسان نمیاد بیرون به راحتی، یا وقتی، یا بهتر بگیم که هممون گاویم تا بهمون درس ندن از گاوی نمیایم بیرون. چون واقعیت اینه دیگه، اگه ولمون کنن الان مثلا میگم من برم 5 خانم حامله بکنم، بعد بچه‌ها که به دنیا میان اینا رو همه رو برم بزنم توی 6 ماهگی برم بزنم توی جنگل ولشون کنم، بعد 20 سال دیگه بریم اونجا یه جوری هم اینا نمردن، نه زبون بلدن، نه ریاضی میفهمن، نه خدا میفهمن، نه فیزیک میفهمن، نه خورشید رو میفهمه، هیچ چی نمیفهمه. یعنی گاو، یعنی دقیقاً لغت گاو میشه همون دیگه. یه گاو از تو هیچ چی نمیفهمه، اون انسان هم هیچ چی نمیفهمه. حالا بهش محبت کنی باهات میتونه دوست بشه، بزنیش فرار میکنه میفهمه بدی، مثل همون گاو. پس ما هممون بای دیفالت گاویم. اینو من فکر میکنم آدما خیلی جدی اینو میس میکنن، فقط چون بزرگ شده و لباس میپوشه کت شلوار و مثلا میتونه صحبت کنه میگه پس من آدم شدم. میگه این چیزی نیستش که، این فقط یه کامپیوتری که اینترفیس داره. حالا توی در واقع هارد درایو تو چیه، توی پروسسینگ پاور تو چیه و تو چطوری اینفورمیشنی که تو هارد درایو تو با پروسسینگ پاور میکس میکنی، این اون چیزیه که تو از گاو بودن در میاره. و من میبینم آدما تو گاو بودن هستن سالهای سال. یعنی مثلا این داستان مثلا آروغی که من دارم میزنم، تو فکر نمی‌کنی اصلا این دیگه باید حرف زده بشه تو سال 2015 به بعد، 2010 به بعد حتی، ولی مثلا سال 2025 و هنوز من این اتفاقو میگم هفته پیش 2 هفته پیش افتاد. مثلا پشمام ریخته بود که این چقدر یه آدم میتونه بدبخت باشه، چقدر نه که بدبخت باشه، چقدر میتونه نفهم باشه به دور و برش. مثلا تو حالا دیدی یه نفر از این کارا از ماها این کارا رو بکنه جلوت، بعد تو میای جلوی زن ما این کارو میکنی. خب من ریسپاندم باید چی باشه؟ بلندشم به تو بگم که خاک بر سرت کنن که مثلا تو اصلا چه گوه میخورن جلوی منی، برو گم شو دیگه نمیخوام ببینم. من باید چیکار کنم اون لحظه؟ من که نمیتونم کاری بکنم. من فقط باید بگم که یه حیوان دیگه ای سعی کنیم کمتر ببینیمش که
بی‌آبرو نشیم جلوی زنمون که نگاه کنید چه آشغالایی هستن اینا، کجا تحویل بزرگ شدن. من چیکار میتونم بکنم واقعا؟ گفتم میام یه ویدیو درست کنم مثل آدم که هستن. حالا میگم اونایی که سناریوی یک رو تعریف کردم، اگه رفیقتون هست یه مشکل داره بهش بگین. رفاقت یعنی این سخت گفتنش، ولی رفیق فابریکه باید بگه آقا دادا مثلا فلان مشکل رو داری، پاد بو میده، جوراب سوراخ میپوشی نیا مهمونی ضایع است. آقا من جوراب ندارم چیکار کنم؟ خب اوکی نیا مهمونی با جوراب سوراخ، دمپایی بیا، نمیدونم میدونی یه جوراب به رفیقت بده. باید با هم دیگه به مشکل رفیقتون کمک کنین، بهش بفهمونین مشکل داره. من دارم میگم یه یارو هستش که همین مثلا میگم رفته بیرون میگه دختر من گفته بو میدی، منم میدونم بدنش بو میده که نمیتونم بیام بهش بگم آقا بدنت بو میده. میگم چه حیف شد دختره، چه به دختر بی تربیتی. خودش هم از این شواهدی چی نمیفهمه. آقا اگه دختر تو ماشین من بو میدی، یه نفر دیگه اومده مثلا گفته پنجره سری کشید پایین، بعد مثلا منم که اسپری نمیزنم تمیزم که نمیکنم، خب شاید از بو میگیره، بس من عوضش کنم. شاید من مثلا میرم جیم میام بدنم بو عرق کردم میشینم این عرق من میره توی ماشین بو گرفته، میرم از این به بعد جیم یه کیسه میندازم میشینم روش، یه کاپشن میخرم، کاپشن ضد آب میپوشمش که وقتی میشم تو ماشین طرف پشتش تمیز باشه، ماشین بو نگیره. یه کاری باید بکنی متفاوت. نمیتونی بری بگی آقا چیکار کنم دیگه دنیا اینطوریه، مگر اینکه میخوای تنها بمونی و مردم فکر کنن دیوانه یا ولت کنن برن. اگه با این موضوع اوکی که ادامه بده دمت گرم، ولی اگه باید عجیبه چرا دخترها به من پا نمیدن، چرا؟ خب برای اینکه کارات مثلا عجیبه. مثلا توی مسافرت بودیم با یکی بچه‌ها بودیم، بعد اینا می‌خواست دختر بازی کنه و بنده خدا مثلا دخترا رو که میدی توی چیز می‌خواست باشون حرف بزنه، بعد مثلا میگفت مری کریسمس. میدونیم مری کریسمس. اگه یه سفید پوست به یه سفید پوست، حالا بگم قشنگ‌تر، اگه یه کریسچن به یه کریسچن بگه مری کریسمس 60 سال پیش قابل قبول بود. مثل اینکه یه مسلمون به یه مسلمون بگه عید چی داریم که مال مسلمون باشه، فقط عید فطر چیه؟ مثلا یه مسلمون به یه مسلمون بگه عید فطر مبارک، مثلا میتونی اینو هضم کنی، میگی خب بهشون مسلمونن عید مبارک. ولی مثلا یه دونه سفید، حالا مثلا یه دونه سیاه‌پوست بیاد به تو بگه عید فطر مبارک، بعد تو میگی یعنی چی؟ مثلا تو اصلا سگی. بعد مثلا سیاه‌پوسته میخواد ترتیب تو بده، من دخترم، سیاه‌پوست میخواد ترتیب منو بده، بعد به من میگه عید فطر مبارک. آره دیگه، میگم اول که مثلا من که اصلا عید فطر که اصلا اهمیت ندارم، که مسلمان اونجوری نیستم، ما 60 سال پیش باشم دیوونه باشم عشق دین باشم. مری کریسمس مثلا، بعد مثلا چی میخواد اتفاق بیفته؟ بعد بگه مری کریسمس تو یو سر، بعد تو بگی که به من نگو سر، به من بگو مثلا جمشید، بعد اونم بگه واو چه اسم قشنگی جمشید، میخوای بیای تو اتاق من از بکنی؟ ببین چه اتفاقی فکر می‌کنی تو سنه بیفته دیگه؟ بهترینه که بگه مری کریسمس تو روشو کنه اون وقت. ببین یه برچسب بد میشه واسه آدم، یعنی اصلا کلا همه چی تو اوکی باشه، اصلا از طرف دختر ببین، از طرف حالا پسر که بیشتر از طرف دختر ببین. اینو بکن دختر 10 از 10 یا تو ماشینت بشینه، چه میدونم به قول تو بیاد یه آرومی بزنه، تمام تصوراتت از بین میره، یعنی اصلا کلا همه چی دیلیت میشه. و اینم بیشتر از چیز میاد، یعنی بیشتر ببین 90% از خانواده میاد، یعنی اگه خانواده بگن آقا از اون بچه‌ی بگن آقا این کار آروبای کار بدیه، فلان کار بدیه، خیلی همه چی اوکی تر میاد. اصلا طرف نمیاد تو 20 سالگی مثلا یه کاری بکنه، 30 سالگی کاری بکنه. آره من دارم حالا اینو که تو داریم که همش درسته، و حرفی که میخوام اضافه کنم بهش این که آقا تصمیم تو بگی. ببین دوباره دارم میگم، من میگم خودت باش، خب ولی دیگه با خودت دیگه نباید مشکلش بشه دیگه. اگر یه چاقالی هستی که نمیتونی دختر بازی بکنی، بی خیال شو دیگه، بشین نون تو بخور، کارتو بکن، کسی به کارت کاری نداره، تو هم کسی کاری نشه باشه. ولی اگه میری بیرون دختر میاد تو آسانسور میگی او امکانه این که این به من الان هوکاپ کنه هست، پس بیا من باهاش شروع کنم صحبتو باز کنم، پس تو دختر بازی میکنی دیگه. خب و حالا ساید نوت، تو وقتی میای این کارو میکنی تو داری پرایوسی دختر ازش میگیری. چون دختر اومده تو آسانسور میخواد بره پایین یه بستنی بخره، الان با توی سگ مثلا شروع صحبت کردن، احساس ناامنیتی میکنه، الان تو آسانسور جای در بسته است، الان بپره مثلا منو مثلا فلانمو بگیره چه گویی بخورم. پس تو داری به یه آدمم حتی خیلی کم و یه استرسی هم بهش میدی ها. یارو میتونه ریلکس وایس اونجا، دیدی مثلا بعضی موقع یه جا تو مغز خودت یکی میاد باهات حرف میزنه، میگه حالت خوبه، چه هوای خوبیه، یا تو میگی من الان حوصله حرف ندارم. خب دخترها خب خیلی بیشتر از ما باشون حرف میزنن رندوم دیگه، و پس اونا بیشتر هم باید این احساس داشته باشن. پس تو عالی داری وقتی که تلف میکنی، خب وقت مهمی که داری تلف میکنی، بعد شروع میکنی حرف زدن، بعد یه چیزی میگی مثل مری کریسمس، یا که مثلا روز خوبیه امروز، چه روز قشنگیه، چه آفتاب خوبیه، یه مزخرف اینطوری. واقعا امید داری؟ یعنی با این چیز روز خوبی داری مثلا به جای برسی؟ یه رفیق دارم
دختر بازیش خوبه، هیچ کار خاصی هم نمیکنه. مثلا یهو داریم رد میشه، یه دختر برمیگرده یه وای همین دختر از خنده یهو پاره میشه. بعد میگه من نمیخوام جایی برم الان. بگو تو رو خدا دوست پسر نداری؟ تو رو خدا بگو دوست پسر نداری؟ بعد دختر میگه که مثلا میرن تو چیزی. میبینی انقدر جالبه دختر میخواد. دخترها مثل ما یه آدمن، میخوان رابطه داشته باشن. الان به هر پسری اگه یه دختر خوب بیاد بگه به من دختر خوبم، نمیگم 10 از 10 ها 8 7 بیاد، ولی میلیونر پولدار زیاد بیاد به تو بگه که جمشید عزیز بیا من هر وقت خواستی باهات میخوابم، پولم بهت میدم، هر چقدر خواستی میتونیم خرج کنیم، منم هر چقدر بخوای میتونم پول در بیارم. کدوم پسر به این میگه نه؟ کدوم پسر اگر این خانوم بگوزه جلوش اوکی هم نیست؟ اوکی خوشو نشون میده. همه میکنن دیگه ها. هر کی هم داره میگه نمیکنم یا بابا پول داره یا هنوز به قول معروف میگن دیشش کف نکرده. ولی تو واقعیت هر پسری که همچین موقعیتی پیدا بکنه بگه آقا یه دختر هست که خوبه، پولم به من میخواد بده، میگه بیا برو هر چی میخوای بخر رو حساب من بگی، میگه خب من برم عشق میکنم دیگه، هم ترتیب یارو رو میدم هم زندگیم دیگه نباید کار کنم، چرا که نه. خب دخترام همینه. دخترام یه پسر خوب پیدا کنن میچسبن. پس باید واقعیت رو ببینیم. عین ما همونجوری که ما فکر می‌کنیم اونا فکر میکنن. پس اگه میخوای دختر بازی کنی یه حرفی رو بزن که باحال باشه، خفن باشه، جالب باشه، دختر خوشو بده جای تو بگه چه باحال فکر کرد اینو گفت. من یه داستان بگم. داشتیم با ماشین وایسادیم توی تهران بودم، داشتیم میرفتیم بام تهران. بعد دختر داشت از پیاده رو میرفت بالا. بعد بچه‌ها در ماشینو من دختر بازی کردم اون روز. بعد میگفتن تو دختر بازیت خیلی خوبه، واسه همین کیر کردن که بعد دختر بازی. بعد رسیدیم به دختر روسری سرش نبود تو ایران، مثلا 10 سال پیش. واسه همین خیلی عجیب بود. خیلی هم خوب بود دختره و داشتم میرفت بالا، مموها بالا پایین میشد و یهو بچه‌ها گفتن که سوی باید کوبیدن ترمز. دختر بعد گفتم بس بود دیگه، بهتون میگم من دوست دخترم نمیخوام دختر بازی کنم. گفتن خفه شو. بعد نفر عقبی در رو باز کرد، راننده من از ماشین اینجوری هول داد پایین. خب بعد بین اون خیابون و اون پیاده رو که دختر بود یه دونه چیز بود توش، یه دونه پیاده رو بود، یعنی یه جوب بود. خب من افتادم توی اون جوبه. بعد بهش گفتم مادرتو فوش خار مادر دادم. بعد دختر گفت وا تو چی بی تربیتی. گفتم حالا کجاشو دیدی؟ بعد اینجوری از این جوبه رفتم بالا. بعد اینجوری وایسادم، همه دختر اینو رفت مثلا رفت زیر سینه من. بعد گفت چقدر گنده ای تو. حالا کجاشو دیدی؟ من با یه جمله رو دوبار تکرار کردم، کجاشو دیدی. دختر افتاد به خنده، پاره شد. بعد به من کلید کرد. بعد به من اولش گفت من دوست پسر دارم فلان و بسار. چون من گفتم من دوست دختر دارم، گفت من دوست پسر دارم. همینجوری هم داستان تعریف کرد که مثلا خیلی هم با هم خوبه. بعد به بالای بام شهر که رسیدیم تلفنشو بهم داد. گفت تلفن تو بده، میخوام تلفن بزنم. گفتم من دوست پسر نداری؟ گفت حالا یه وقت خواستی زنگی بزن. خب تلفنشو هنوزم دارم، اسمش هم بیتا بود. اسمش هم زدم بیتای به بام شهر یا شهر بام تهران. اسمش یادم قشنگ بیتا رو. تلفنشو بدیم بچه‌ها زنگ بزنن کیه. آره واسه همین پوینت من چیزی میخوام بگم اینه که من نمیتونم مثلا اینکه من میگه من چیکار کنم دختر بازی کنم بگم بهش بگو کجاشو دیدی، بعد دوباره هر چیکار بگو کجاشو دیدی. من نمیتونم اینو یاد بدم، این چیزی یاد دادنی نیست. اون موقع چیز جالبی بگی، یا مثلا دوستان یا میبینه یا سر میزنه به سرش میخوابه زمینشون میگه داد زدن وسط کازینو، این خنده داره، دخترم خندهش میگیره. مثلا سیکیوریتی بهش نگاش کنه داد میزنه وای وای. دختر ایرانی بود، میگه وای تو چقدر خوشگلی. شبم برد دختر رو تو اتاقش با فاصله 3 ساعت. بهت میگم دختربازی خیلی راحته. دختران مثل ما، همونجوری که مثل ما میخوان یکی ازشون تکیه کنه و بهشون پول بده، همونجوری هم دلشون میخواد رابطه داشته باشن، دلشون میخواد روزی 2 بار رابطه داشته باشن، دلشون میخواد بعضی موقع به پسر همسایه بدن، دلشون میخواد به رفیق فابریکتی که میاری بعضی موقع میگه وای چه رفیقی داری. عین ما، هیچ فرقی با ما ندارن، احساساتشون ما، فقط سوسایتی بهشون مجبورشون کرده که انگار یه چیز دیگه، ولی چیز دیگه نیستن، همه چیزش با ما یکیه. یه خورده میگم گیمتون رو ببرین بالا، خیلی زندگی قشنگ‌تره، هم برای دخترها هم برای ما. یعنی اون دختری که توی آسانسور بعد وقتش تلف بشه با مری کریسمس واقعا حقش نیست، و اون دختری که شب میره بالا توی 1 ساعت به خاطر یه چیز خنده‌دار اون حقشه. من میخوام حقو زیاد کنم. این 2 قرون بنده بود راجع به دختربازی و اینکه خود از پپه بودن میایم بیرون ها. یه خورده باید سخت فکر کنیم، یا اگه مثل حسین بیمزه این از یکی دیگه بدوزین. دمتون گرم، روز و شب خوبی داشته باشین. جاکس.